فرزند پدر خودم آورد در غریبی در رنجوری در وضعیت وضعی حتی مرا نگاهبان نشید. السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوخ سلامت هستین. برادر عزیز، همین مادری که هست در همین جمعه تو گپ میزنه، برادر عزیز همین مادر شوهرش سرکه بده خونه. الحمدلله که با دستگیری شما خیلی یاردم کردن، خیلی دستگیری کردین. الحمدلله خدا را شکر، خداوند برکت امتا. برادر عزیز هم نگاه کنین که در واگن بود، حاضر چخ در پاها گپ میزنه. الحمدلله برادر عزیز طول یک هفته 2 هفته میشوه که همین در بالینسا بده. بعد مسئله گلکش ابورتش کردن. کیم چه خیلی بده برادر، همین شوش پارت افته بود، نگاه بینش نکرده بود. ای خدا را شکر که 100 روبل 200 روبل هم خیلی بایوردم شما دستگیری کردین. همین مادر حاضر به همیجا اومگیه. خدا را شکر برادر، الحمدلله. برادر عزیز چی گفتنیم، خدا برکت امتا. یک یاردم دیگه کنین، یک دستگیری دیگه کنین که همین مادر یک کمی از بالینسا قرضور شده گیه. نه اونقدر با کار همه کسا دیگه برادر، ای سر خودم سرکاگی یک کم یاردمش کنیم برادر، الحمدلله که انشالله خوب میشم. بعد رایش میکنیم برای دیگه با تاجیکستان برای دل شیشه خداوند خودش. برای هم خب برادر اینجا بسیار گپو هنمو دیگه گپوشون گپ نمیزنیم، کار نداریم، نه با دودرش، نه با اکش، نه با یگون تش. خالی سلیلا چند قرکیزورتون میرسه برادر، یک دستگیری کنین، یک یاردمش کنین. همین خدر گپ دیگه نمیخواهم که نسبت یگون تش یگون گپ بگم. پرتوفتنش توکل به خدا، خداوند نپرتویه. برای هم خب برادر یک دستگیری کنین. باقی در امان الله باشین، خداوند نگهبانتون باشه. السلام علیکم به اکا و دودر، اقا و خانون مردمی غریب. من از شما ای زمین تو آسمان میندارم، پدر و مادر هر یک شما را رحمت کنم. مرا دیده بین در کدام وضعیت بودم، در کدام احوال بودم، یکمش الله مهربان دیمش که با یاردم هر یک مردم مسلمان، هر یک مردمی بنام بناموس مرا فرزند پدر خودم آورد پرتو. که پدر و مادر هر یک شما را رحمت کنه که شما مرا نپرتوفته. در وقت تنگی دست مرا گرفته، یکمش الله مهربان به یاردم هر یک شما ما با پوچه خستم. از شما خواهش میکنم اکا و دودر، الحمدلله شما مسلمان مردمی بنام و بناموس هستین. ما و زنای مهاجر غریب رنجور هیچ وقت تنها نمیمونیم. از شما خواهش میکنم که هم قرض بالینسا کمی پول در گوره قرض بالینسا و تیم یک بلیت گیرم با پیش یک مادر کسری و 2 فرزند دارم. پدر مادر هر یک شما را رحمت کنه. شما ما یک داده، خداوند شما دا میلیون بتیه، خداوند میلیون بتیتونه، ایمانتون بتیه. ای هر یک شما من میندارم که مرا فرزند پدر خودم آورد در غریبی در رنجوری در وضعیت وضعی پرتوف مرا نگاهبان نشید. که شما مرا تنها نموندین. من شما امید دارم که یک دستگیری دیگه میکنید. پدر هر یک مردم غریب، پدر و مادرش عمر خودتون عمر فرزنداتون درست کنه. ما با امید شمایم. آمین.